مهمترین عامل واسه کسب سود توی بازارهای مالی به نظر من داشتن یک منبع جریان درآمدی ثابته. یعنی چی؟ یه چیزی مثل همون حقوق خودمون. چرا این حرفو میزنم؟ چون تو اگر منبع درآمدی غیر از بازار مالی نداشته باشی، خرج روزمره خودت رو باید از بازار در بیاری و این مسئله یه فشار روانی مضاعفی روی تو ایجاد میکنه که قطعاً تاثیر منفی روی عملکرد معاملاتی تو میذاره. چرا؟ چون که اولین اصل کسب سود از توی بازارهای مالی اینه که تو بتونی روی تحلیل درست خودت صبر کنی. وقتی بیت کوین 16000 تا بود، خیلی‌ها میدونستن که بیت کوین میره بالا ولی نمیتونستن 4 ماه صبر کنن. دومین دلیلی که واسه این حرفم دارم اینه که وقتی توی منبع درآمدی ثابت داشته باشی، میتونی علاوه بر تأمین مخارج زندگی خودت هر ماه یه مبلغ پولم بذاری کنار تا به عنوان نقدینگی هر وقت که نیاز شد به بازار تزریق بکنی. این مزیت باعث میشه که دست تو توی معاملاتت خیلی بازتر بشه، چون اگه بازار بریزه تو میتونی توی قیمت‌های پایینتر با استفاده از نقدینگی خودت خرید بکنی و سود مضاعف کسب کنی، یا پوزیشن‌های قبلی که داری و میانگین کم کنی و راحت‌تر وارد سود خودت بشی. من خودم به خاطر همین دو دلیلی که بهت گفتم رفتم دنبال اینکه یه منبع درآمدی ثابت واسه خودم ایجاد کنم و وارد حوزه مدیریت محصول یا پروداکت منیجمنت شدم. شرایطو نداری، شاید بهتر باشه به جای اینکه تمرکز تو بذاری روی ورود به بازارهای مالی، تمرکز کنی که یه منبع درآمدی ثابت واسه خودت ایجاد کنی و بعد با استفاده از نقدینگی که در طول ماه‌ها کنار میذاری، کم کم با ریسک کمتر وارد بازارهای مالی بشی.